سلام بیننده گرامی، امروز دوشنبه 13 ینور است. ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز را میگویم. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. درخواست حکم طولانی زندان به رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس. مشتریان این شرکت از حالا نگرانند که بعد از اعلان حکم سرنوشت مبلغ‌های آنها چی می شود. بازداشت نورالله نعیموف و چند از همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته. بررسی پرونده آنها بیش از 1 سال به این جانب ادامه داشت. پرونده آنها در آغاز از جانب دادستانی پایتخت و سپس از سوی دادستانی کل تاجیکستان تحقیق و بعد دادگاه دوشنبه ارسال شد. حدود نیم سال این پرونده در آنجا بررسی می شد. خود نورالله نعیموف روز 3 ینور در مرافعه دادگاهی به جبردیده ها وعده پرداخت مبلغ را داده است. مقامات در گذشته گفته بودند که اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند. چون و چرا را در برنامه خبری امروز پیشنهاد شما میکنیم. با دلیل برفریزی ها و خطری فرآمدن ترمک حرکت نقلیات توسط راه دوشنبه چناق بسته بود، دوباره باز شد این حرکت ماشین ها. فعلا حرکت ماشین ها در هر دو سمت شروع شد، اما برای حرکت ماشین های بارکش بزرگ حجم تا حال اجازه حرکت داده نشده است. در چنین وضعیت شرکت سومون ایر اعلان کرده است که برای انتقال مسافران در مسیر دوشنبه خوجند خط سیرهای علاوگی راه اندازی میکند. به گفته این شرکت نرخ بلیت پرواز 270 سومانی برای یک نفر پیش بینی شده است. این در حالی است که مسافران میگویند با چنین قیمت پیدا کردن بلیت پرواز از دوشنبه تا به شهر خوجند غیر ممکن است. در نقطه های بلیت فروشی دوشنبه بلیت خیلی بیشتر از این نرخ فروخته می شود. این یکی از دیگر موضوعهای صحبت ما در برنامه خبری امروز خواهد بود. بیش از 10 مهاجر تاجیک میگویند چند ماه باز در بازداشتگاه در شهر کراسنایارسک در شرایط وزنی نگاهداری میشوند. این مهاجران به گفته خودشان برای نقض قانونگذاری بود و باش روسیه بازداشت شده بر اساس قرار دادگاه باید اخراج شوند، ولی به گفته این مهاجران صرف نظر از صادر شدن قرار دادگاه برای اخراج آنها را رها نمیکنند تا به تاجیکستان برگردند. مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند نخست قضیه را روشن کرده بعداً صحبت میکنند. رهبر منطقه جداییخواه ابخازستان گرجستان راول خجیمبا در پی اعتراضهای 4 روزه در شهر سخومی از مقامش دست کشید. اعتراضها در این منطقه از هفته گذشته شروع شده بودند. اعتراضگران بینای حکومت را اشغال نموده اصرار می‌ورزند که خجیمبا با تقلب در انتخابات ماه سپتامبر پیروز شده است و باید استعفا برود. وزارت کارهای داخلی شکنجه را رد می کند. جبردیده آثار علت و کوب بیرحمانه را نشان می دهد و چگونه اذیت شدن او و 2 برادر دیگرش در شعبه ملیسا را نقل می کند. در برنامه امروز بینندگان عزیز شما را با این صحبت آشنا خواهم کرد. ناگفته نماند که هفته گذشته وزارت کارهای داخلی شکنجه شدن یکی از این 2 برادران را که فعلا در بازداشتگاه هستند رد نمود. درباره 2 نفر دیگرش چیزی گفته نمی شود. با تفصیل درباره این 2 برادر و شکنجه آنها که ادعا دارند در شعبه ملیسا صورت گرفته است در برنامه اخبار ببینید. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوع برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.